بسیار تشکر امتی صاحب. من خوشحال هستم که در جمع همکاران خوب خود هستم و مایه مسرت است. من میخوایم بگم که کدای اخلاقی که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان به حمایت تعدادی از مدیران رسانه‌های تبعیدی تهیه و تدارک دیده بر اساس یک نیازی که ما سال پار در سمپوزیوم پیشین خود داشتیم و خیلی از هممسلکان ما تاکید داشتند که رسانه‌های تبعیدی افغانستان نیازمند کدای اخلاقی ویژه است. با توجه به اینکه دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون این قضیه وجود داشت، برخی معتقد به این بودند و هستند که کار خبرنگاری با کار به حساب اکتیویسم یا ژورنالیسم اینا یک نوع تداخل ایجاد شده و بعضی موافق بودند و بعضی مخالف. خب ما با حرمت به این دیدگاه‌ها آمدیم یک تحقیق کیفی علمی را با تعدادی از مدیران ارشد رسانه‌های تبعیدی و همچنان تحقیق کتابخانه‌ای را انجام دادیم که می‌خوایم امروز این تحقیق را با شما عزیزا شریک بسازیم. خواهی نخواهی هنوز هم این تحقیق نهایی نیست. نظریات شما میتونه در تکمیل کردن و پربار ساختن این تحقیق ما را کمک بکنه. بعد از اینکه نظریات و دیدگاه شما خوبان و فرزانگان را گرفتیم، بعد طبیعتاً که این را به دسترس همه رسانه‌های تبعیدی و نهادهای مربوطه خواهیم رساند و کوشش میکنیم که به زبان‌های ملی و طبیعتاً به زبان انگلیسی هم تنظیم بشه. هرچند ما خلاصه از این کدای اخلاقی را قبلا از طریق ایمیل برای شما عزیزا فرستاده بودیم، اما باز هم این به عنوان یک مسوده هست، یعنی تصویب نشده هنوز و این نظریات شما فرزانگان میتونه او را تصویب بکنه و کامل بکنه. همکار ما بانو جلالی اگر لطف کنن سلاید تنظیم بکنن که ما بر اساس از او پیش بریم. من در ابتدا و در مقدمه این قضیه مطرح کردم که یکی از دلایل همین بود که ما نیازسنجی کردیم و بعد از آگوست 2021 ما دیدیم که خیلی از خبرنگاران و مسلکان ما در کشورهای مختلفه جهان تبعید شدن و رسانه‌های تبعیدی را ایجاد کردن و این رسانه‌های تبعیدی با وجود همه مزایایی که دارن یک سری نقدهای هم برشان وارد است و ما شما ظرفیت داریم که نقدها را هم بپذیریم. به همین دلیل گفتیم بگذاریم یک کار علمی و تحقیقی را انجام بدیم، هرچند کوتاه باشه، ناقص باشه، با حضور شما و پررنگ میشه تا اینکه بتونیم به این نقدها هم پاسخی را داشته باشیم. روی همین لحاظ این کدای اخلاقی را بر اساس اصول اخلاقی یونسکو که در 1983 ترتیب شده و ده اصل بسیار معتبر جهانی است که هنوز هم خیلی از نهادهای معتبر رسانه‌ای به او عمل میکنن و همچنان IFG بر اساس این تنظیم شده و در کنار از این با 10 تن از مدیران رسانه‌های تبعیدی هم مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته که خوشبختانه تعداد عزیزایی که من با اونها مصاحبه انجام دادم اینجا حضور دارن و حضورشان برای ما مایه قوت و دلگرمی است. اهمیت و ضرورت این قضیه رو میدانیم. وقتی که جامعه، مردم، مخاطبان ما اعتماد میکنن، ما باید پاسخگویی لازم هم به اعتمادشان داشته باشیم. یعنی ما هم مثل خیلی از جریان‌هایی که اونها استبداد رأی دارن، ما همیشه نقد میکنیم حکومت‌ها، نهادها چرا استبداد رأی دارن. رسانه‌ها نباید خود را جامع و کامل بپندارن، بلکه باید به خواسته‌ها و نیازها و خیلی از مسائل و نقدهایی که مخاطبان ما هم بر ما وارد میکنن در واقع او را تحلیل بکنیم و او را بررسی بکنیم، آنچه که منطقی است و استوار است و او پاسخگو باشیم. رو همین لحاظ ما تاکید کردیم که بر اساس نیازی که در سمپوزیوم 2024 که از طریق امسو برگزار شد، بر اساس از اون تحقیق روی دست گرفتیم و چارچوب نظری از این اصل یونسکو در نظر گرفتیم و در کنار از این IFG هم طبیعتاً که اصول دیگه را به این 10 اصل اضافه کردن که مجموعاً 16 اصل میشه و در کنار این قضیه دیدگاه‌های تجربی همکاران ما در رسانه‌های تبعیدی بسیار با ما با اهمیت و با ارزش بود که من خلاصه و گذرا میرم چون خلاصه از اون با دوستان شریک ساخته بودیم. اگر ادامه بدن روش شناسی از این همونطوری که گفتیم یک تحقیق کیفی است و از طرف دیگه مبتنی بر تحلیل موضوعی است که مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته‌ای که شکل گرفته واژه به واژه و بر اساس اهمیت و بر اساس همون اهدافی که تعیین شده بود در پژوهش اونا تحلیل موضوعی شده و این مقایسه شده با 10 اصل یونسکو و اصولی که توسط IFG در نظر گرفته شده و برخی از نهادهای معتبر دیگه که در این حوزه فعالیت‌های داشتن و ابزار گردآوری هم طبیعتاً هم مطالعات کتابخانه‌ای هم داشتیم و همچنان مصاحبه با روزنامه‌نگاران هم اونطوری که اشاره کردیم. جامعه پژوهش ما طبیعتاً که روزنامه‌نگاران تبعیدی افغانستان مخصوصاً مدیران ارشد رسانه‌های تبعیدی بیشتر متمرکز بوده به خاطر از اینکه
اونها ممکنه که از تجارب خود به ما گفتن قطعا و از چالش ها و موانعی که سر راه رسانه‌های تبلیغی بود و درکی که و پیامی که از طرف مخاطبان به اونا میرسید راحت‌تر میتونستن بهتر و علمی‌تر و منطقی‌تر آسیب شناسی بکنن. نمونه‌گیری ما با شما به شکل هدفمند بود و به شکل گلوله برفی رو گسترش دادیم و به اساس همین هم پیش رفتیم. در اصل یونسکو را هرچند شما میدانید به خاطر از اینکه در واقع روش تحقیق ما و امور ما همه بر اساس همین بنیاد بود، این جهت یادآوری تاکید کردیم که حق دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق یکی از اصول اصلی و اساسی است که ما به اصل ما هم به عنوان خبرنگار چه در تبعید باشیم چه بیرون از تبعید طبیعتاً به اصل پایبند هستیم. پایبندی به بی‌طرفی که یک از نقدهایی که مطرح میشه اینه که میگن رسانه‌های تبعیدی به نوعی با مثلا به عنوان مثال با که ما خیلی طرفن به خاطر از اینکه متضرر شدن، به خاطر از اینکه گاهی وقتا قربانی شدن. خب بعضیا میگن این درسته، بعضیا میگن این درست نیست. حالا این یک چالش کلانی که در این حوزه مطرح میشه این قضیه است. مسئولیت اجتماعی که رسانه‌ها مسئولیت اجتماعی خود را چقدر منصفانه و چقدر بی‌طرفانه انجام میدن، صداقت حرفه‌ای، دسترسی و مشارکت عمومی، حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی در برخی موارد دیده میشه که برخی از رسانه‌های تبلیغی ما در کنار نقاط مثبت متعددی که گفتم به اشاره کردیم، حریم خصوصی برخی از مخاطبان خود را یا برخی از قربانیان را رعایت نمی‌کنند. و در مصاحبه نیمه ساختار یافته هم که داشتم با بعضی از عزیزان که اینجا حضور دارن، مثلا نمونه مثال زدن که یک فرد قربانی میشه به خاطر دشمنی یک روزنامه‌نگار و یک رسانه با حاکمای فعلی افغانستان. بعد میایم که ما نفری که قربانی شده او را چند بار دیگه هم قربانی میسازیم. نمونه از اون مثال از اون کلیپی که در حوالی هرات منتشر شده بود و ادعا شده بود که گویا فردی که در اون کلیپ به هر حال متهم به تجاوز بوده و مسائل اینچنینی گویا منسوب به یک از حاکمای فعلی افغانستان مثلا در هرات یا در فلان نهاد است، در حالی که خب اگر در حالی که او خب بعداً رد شد و چنین گپی هم نبود، اگر فرض کنیم همون بود او دختری که در اونجا قربانی شده بود و باز او ما چند بار دیگه قربانی کردیم، چقدر بحث اخلاقی است. نه این یک بحث بسیار کلان علمی میتونه باشه. احترام به منافع عمومی که متاسفانه دیده میشه در برخی موارد هم در کنار همه خوبیایی که رسانه‌های تبلیغی دارن کوشش میکنن که منافع عمومی رو به نوعی در نظر نگیرن. هرچند این جمع نقدایی بود که منافع عمومی تعریف نیست و واس تعریف نشده و گپای از این قبیل. ارزش‌های جهانی و تنوع فرهنگی. خب در این جوامعی که اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا طبیعتاً ارزش‌ها را خیلی راحت میتونن خیلی رعایت بکنن، اما بحث تنوع فرهنگی به عنوان یک چالش بود که ما به عنوان رسانه‌های تبلیغی تنوع فرهنگی کشور میزبان رو در نظر بگیریم، کشور مبدأ یا کشور مقصد. اینجا هم بحث‌هایی هست که به هر حال در تحقیق به او اشاره شده. بحث پیشگیری از جنگ و آسیب که این هم یک اصل پذیرفته شده یونسکوست و در قسم موارد ما ایره شاید کمتر رعایت بکنیم یا که کمرنگ باشه در کارهای خبرنگاری ما. ترویج نظم نوین اطلاعاتی جهانی که این در اصل تحقیق ما و پژوهش ما بر اساس این در اصل بنیانگذاری شده و حتی ایره به عنوان یک چارچوب نظری هم در نظر گرفتیم. اگر ادامه بدن همکار ما جلالی ممنون میشیم. سازمان IFG هم آمده چند تا اصل دیگر به او اضافه کرده. هرچند من آنچه که مطالعه کردم و برداشت کردم این اصول هم میتونه در همون زیرمجموعه و اصلا قرار بگیره، ولی چون اساس کار تحقیق ما بر از این اساس بوده با حفظ امانت داری این اصلا هم مطرح کردن که اونجا تاکید کرده که دقت و صحت اطلاعات بحث راستی آزمایی که یک از چالش‌های بسیار کلان رسانه‌های تبلیغی است و بحث آزادی در جمع‌آوری و گزارش‌دهی اخبار که این گاهی وقتا با توجه به اینکه رسانه‌های تبلیغی دسترسی به منابع درجه 1 ندارن و یک سری محدودیت دارن، حاکما ممکنه بنا پاسخگو نباشن. اما موارد اینچنینی حفظ محرمانگی منابع، نه تنها منابع بلکه بحث خبرنگاران آزادی که مطرح است در رسانه‌های تبلیغی که اگر اینا بر دلیلی لو میرن و مورد مسائل چالش‌های امنیتی قرار میگیرن، این رسانه‌های تبلیغی یا رسانه‌هایی که اونا رو به نوعی به عنوان فریلنس استخدام کرده مسئولیت و رسالتشون چی میشه. نمونه‌های از اون داریم که تعدادی از همکاران هم مثل ما و شما در قید زندان هستند و این نقدها هم همچنان در برخی از رسانه‌های تبلیغی وارد است. اجتناب از تضاد منافع، برخی از رسانه‌ها تلاش میکنن به نوعی برخی بسیار محدودن شاید بحث تضاد منافع ایجاد بکنن، به خودش یک بحثی است که در تحقیق گنجانده شده. حفاظت از افراد آسیب پذیر، نمونه و مثالی که من قبلا اشاره کردم نمیخوام تکرار بشه. اگر ادامه بدن جلالی تجربیات اخلاقی در رسانه‌های تبلیغی
بعد از به حساب تحلیل موضوعی مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته که با مدیران برخی از رسانه‌های تبلیغی ما داشتیم، این بود که منابع محدود است. واقعا این یک حقیقت است که منابع مخصوصا در کشور مبدأ بسیار محدود است. بحث فشارهای سیاسی و اجتماعی، خیلی ها با وجود از اینکه توانایی اظهار نظر دارن، اما یک سری فشارهای سیاسی و اجتماعی سبب میشه که اونا خودسانسوری بکنن، نگرانن. خیلی ها ما میدن، مخصوصا کسایی که در کشور مبدأ قرار دارن، و به همین شکل تعادل بین سرعت و دقت. برخی از رسانه‌های تبعیدی هم تلاش میکنن زودی اطلاع بدن برای مخاطبان خود و این تعادل گاهی وقتا دیده میشه که خیلی جدی در نظر گرفته نمیشه، و به همین شکل نگرانی‌های امنیتی، تاثیرات روانی و موارد اینچنینی. نقش روزنامه‌نگاران همانطوری که ما میدونیم، ما همیشه مدعی بودیم که و این یک اصلا میتونه باشه که رسانه‌ها واقعا رهبری افکار عمومی رو میتونن به عهده داشته باشن و میتونن گلان سر سبد یک جامعه باشن. خب این نقش به هر حال چقدر بر مخاطبان و کشور مبدأ تاثیر داره. این کار ما یک جامعه دیاسپورای در کشورهای مختلف داریم، این خودش باز یک بحثی بود که در تحقیق به او اشاره شده. و نیاز به چارچوب بومی که خیلی از کسایی که با ما مصاحبه کردن تاکید کردن خب ما ارزش‌های جهانی که یونسکو یا اف جی یا هر نهاد دیگه مطرح کرده، اما ما یک سری تلفیق نیاز داریم برای به حساب کدهای اخلاقی بومی که ممکنه تنها برای ویژه برای جامعه افغانستان باشه. به عنوان مثال ممکنه که در جامعه افغانستان یک تعداد خیلی معتقد به این هستن که حرمت بعضی از بزرگان محفوظ بمانه و زنان بحث یک قشر آسیب پذیر معرفی شده به عنوان یک چیز، مثلا همو بحث‌های دیگه مثل ناموس و خیلی از گپ‌های دیگه که ما شما در فرهنگ افغانستان داریم، نمیشه این کار بکنیم و اینا چقدر در این کدای اخلاقی بومی در نظر گرفته شده. و این بحث هم یک بحث بسیار جالبی میتونه باشه. مزایای همکاری که با رسانه‌های تبعیدی و سازمان‌ها و نهادهایی که در این حوزه همکاری میکنن، این همکاری چقدر میتونه مزیت داشته باشه و این چقدر میتونه یک نقطه قوت و نقطه مثبت باشه. این موارد جزء مسائلی بود که در تجربیات اخلاقی که مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته‌ای که بود مطرح شده بود و من یک اشاره کوتاه به او داشتم. اگر جلالی صاحب لطف کنن اسلاید بعدی رو. بحث کدای اخلاقی بومی پیشنهادی برای رسانه‌های تبعیدی پس از مطالعه در اصل یونسکو و آی اف جی و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران رسانه‌های تبعیدی به این 7 اصل اشاره شده. در صورتی که شما عزیزا چیزی رو کم اضافه بکنید طبیعتاً کم اضافه میشه و الا اینا رو کوشش میکنیم به سمت تصویب ببریم، حداقل خود ما و شما ملزم به اجرای ساختن این قضایا باشیم. بحث بی‌طرفی و تعادل که هم به عنوان یک چالش بود و هم به عنوان یک فرصت میتونه باشه. بحث دقت و صحت اطلاع، بحث راستی آزمایی، طبیعتاً ما منابع درجه 1 و خیلی از منابع که مستقیم به قضایا سر و کار دارن اون رو به دسترس نداریم، برای باید راستی آزمایی خود رو چند برابر بسازیم و این در مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته خیلی از مدیران رسانه‌ها تاکید کردن و به این ترکیز داشتن. حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی، مسائلی هم که قبلا از هرات زدم، و احترام به باورها و فرهنگ جامعه در کنار از اینکه ما ارزش‌های جهانی را رعایت می‌کنیم، اصول اخلاقی جهانی را رعایت می‌کنیم، به هر حال چون یک مخاطبان اصلی و گسترده ما و شما در درون جامعه افغانستان هم میتونه باشه، بنابراین باید ما به ارزش‌ها و باورهای فرهنگ جامعه هم احترام قائل بشیم و کوشش نکنیم اینا رو ایگنور بکنیم. و مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای، تعادل بین استانداردهای حرفه‌ای و فشارهای محیطی که شامل بحث امنیت منابع هم مطرح میشه، همکاران مطرح میشه که من با جزئیات وارد نمیشم. شفافیت و پاسخگویی که ما باید با شفافیت تمام کار حرفه‌ای و مسلکی خود را انجام بدیم و باید اصل پاسخگویی را در رسانه‌های تبعیدی نادیده بسازیم. خیلی از رسانه‌ها شاید معتقد به این باشن که ما همین رو تولید کردیم، همین کار کردیم، اگر کسی رو نقد میکنه میگن به هر حال میشه یک رسانه دیگه رو ببینید. نخیر، این در این نکته هم بسیار تاکید شده بود که نخیر، چنین دیدگاهی نباید در میان مدیران رسانه‌های تبعیدی باشه، بلکه با خبر یا معلومات یا اطلاعات به عنوان یک کالای عمومی مطرح باشه، نه اینکه یک کالای خرید و فروش یا شخصی یا سلیقه‌ای یا منطقه‌ای و مسائل اینچنینی. خب این مباحث هم اصول اخلاقی هم در این دیاگرام هم که شما می‌بینید برگرفته از همین یافته‌هایی بود که من در لابلای صحبت خود به او اشاره کردم. یافته‌های کلی پژوهش با توجه به محدودیت زمانی، محدودیت‌های شدید در دسترسی به منابع و تاثیر فشار محیطی بر رعایت اصول اخلاقی، این به عنوان یکی از یافته‌های کلان این پژوهش و تحقیق مطرح شده.
روزنامه‌نگاران با استانداردهای جهانی آشنا هستند، اما موانع محیطی مانع اجرای کامل از اونها میشه. مثلا دسترسی به منابع، پاسخگویی مقامات مسئول و مسائل اینچنینی. و به همین شکل نیاز به چارچوب اخلاقی بومی که ارزش‌های فرهنگی افغانستان را هم احتوا بکنه. این هم بحث بسیار کلان و بحث بسیار بزرگی بود و نقش مهم روزنامه‌نگاران به عنوان الگوهای اخلاقی و ضرورت همکاری میان رسانه‌ها و نهادهای مرتبط که اگر ما حداقل نهادها و رسانه‌هایی که در تبعید ایجاد شدن و فعالیت میکنن یک نوع هماهنگی و انسجام باشه. گفتیم اینا کدای اخلاقی است، اینا ضمانت اجرایی زمان پیدا میکنه که خود ما اخلاقاً و به حساب احساس مسئولیت بکنیم و او را به پایش امضا بکنیم، در غیر صورت طبیعتاً که این ضمانت اجرایی نداره. به این خاطر این مسئله به عنوان یک مسئله بسیار کلیدی و محوری مطرح بود. اهمیت آموزش مداوم، برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های عملی برای پذیرش و اجرای چارچوب‌های اخلاقی که جزء پیشنهادات و جزء یافته‌های کلی این پژوهش میتونه باشه. میشه چیزهای دیگر هم با هم اضافه کم بکنیم. توصیه ما که حداقل در امسو و همکاران ما در نهادهای رسانه‌های تبلیغی در نظر گرفتن اینه که بررسی تاثیر محدودیت‌های امنیتی و دسترسی محدود به منابع این میتونه برای پژوهش‌های بعدی موثر باشه که ما در این حوزه عملاً به شکل ژرفش عمل بکنیم. و طراحی چارچوب اخلاقی بومی و انعطاف پذیر بحث دیگه است که میتونه باشه. تحلیل تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد اخلاقی روزنامه‌نگاران، به ویژه عملکرد اخلاقی روزنامه‌نگاران تبعیدی و ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها و کارگاه‌های اخلاقی و مسائل اینچنینی که این جزء توصیه‌هایی است که ما در این پژوهش میشه که به این موضوع هم دیگه هم کار صورت بگیره، مطالعه بشه و مصاحبه‌های کیفی یا کمی کار بشه که او بستگی داره به پژوهشگر. اگر سلاید بعدی رو با ما شریک بسازم که من کوشش میکنم جمع‌بندی کنم با توجه به اینکه وقتم خلاص شده. نیاز به چارچوب اخلاقی تلفیقی، یعنی اصول جهانی اخلاقی رسانه‌ها جمع ارزش‌های فرهنگی افغانستان باید تلفیق بشه که اصول اخلاقی بومی ترتیب بشه. در غیر صورت دچار مشکل میشیم ما، چون مخاطبان ما تنها دیاسپورا نیستن یا جامعه میزبان نیست، بلکه جامعه مبدأ ما هم به عنوان مخاطبان اصلی و اساسی ما تلقی میشه. و حفظ اعتماد مخاطبان و اعتبار حرفه‌ای رسانه‌ها، مخاطب اگر 100 تا خبر دقیق و به حساب موثق برش بدیم، خدا نکنه که یکی از خبرامون ناموثق بشه، او 100 تا خبر موثق مخاطب ما نمیبینه. یک خبر ناموثق همیشه بولد میکنه فلان رسانه فلان خبر ناموثق نشرکت، نه، در حالی که این همینقدر حساسیت داره. پس مثلا این حساسیت سبب میشه که ما راستی آزمایی خود را چند برابر بکنیم، دقت خود را در تبعید چند برابر بسازیم و به همین شکل اهمیت آموزش مستمر به کارگاه‌های عملی میتونه ما را در پویایی قضیه کمک بکنه. همکاری میان رسانه‌های تبعیدی برای انسجام بیشتر و حمایت از سازمان‌های حرفه‌ای برای پیشبرد یا پیاده‌سازی این چارچوب‌های اخلاقی جزء بحث‌های کلانی بود که ما در این پژوهش و در این تحقیق یافتیم. برای این یک تحقیق بشری است، خواهی نخواهی نقدها و ممکنه که بحث‌های به اون مطرح باشه و به این خاطر تقدیم شما عزیزان شده که شما با نظریات نیک خود، با نظریات ارزشمند خود اون رو بارور بسازید و این ظرفیت الحمدلله در جامعه رسانه‌ای افغانستان وجود داره. تشکر از توجه شما، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت. البته یادآوری میکنم که پرسش‌ها و نقدایی که داشته باشیم جناب سهیل نازنین هم کنار ما هستند، قطعاً به پاسخ خواهد دادن و بقیه هم کارم قطعاً میتونن هم تعلیق بکنن، هم پرسشی مطرح بکنن، هیچ مانعی نیست. تشکر دانشیار صاحب. اول سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که اقتدار